سخن تبریکاتی با پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان اسماعیل محمد ظاهر داده می شود. محترم ورزشگران، مربیان و حاضرین گرامی، حضور همه شما را در مراسم گشوده‌شوی دهمین مسابقه بین المللی اوید با جودو برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان خیرمقدم می‌کنم. مورد به ذکر است که حکومت مملکت زیر سیاست خیرتمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از روزهای اول صاحب استقلالی به ساحه ورزش توجه و غمخوری نمودند و بهر رشد آن یک قطار برنامه‌های ساحوی قبول گردیده است. باید گفت که در این دوره مورد استفاده قرار گرفتن یک زمره انشاءات‌های ساحه و قدردانی مادی و مالیوی ورزشگران شهادت این گفته‌هاست. در تاریخ ورزش کشور باشد اولین مدال بازی‌های آسیا و اولین مدال بازی‌های المپی را سال 1994 در بازی‌های آسیا در هیروشیما ژاپن که تاجیکستان پس از به دست آوردن استقلال دولتی باری اول اشتراک کرد. خیرالله نظریف در نمود جدا سزاوار مدال برنجی گردید. سال 2008 در بازی‌های المپی پکین باشد پهلوان معروف کشور رسول باخیف مدال برنجی گرفت. با دستگیری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی از 2 تا 4 یونیو سال روان در تاجیکستان باری اول مسابقه بین المللی گراند پری جودو دایر گردید که در آن 315 ورزشگر از 40 دولت‌های دنیا شرکت ورزیدند. در این مسابقه با نفوذ جودوکاران ما توانستند 3 مدال طلا، 3 مدال نقره و 1 مدال برنجی به دست آوردند. از روی رده‌بندی دستوی جای اول را اشغال نمودند. همچنین باعث افتخار است که تیم جودوی تاجیکستان در بازی‌های 19 آسیا که امروزها در شهر خنجاو جمهوری مردمی چین قرار دارد سزاوار 3 مدال گردیده جای دوم دستوی را میان مردم با تیم ژاپن اشغال نمودند. همزمان با قناعتمندی میخواهم اظهار نمایم که جودوکاران ما تنها سال 2023 در مسابقه‌های با نفوذ سایر جهان جودو 14 مدال به دست آوردند که از آن 5 مدال طلا، 7 نقره و 2 مدال برنجی تشکیل می‌دهند. جودوکاران نورس و جوان در مسابقه‌های کشاد جام آسیا سال 2023 در شهر الماتا و تاشکند 2 مدال طلا و 12 مدال برنجی به دست آوردند. ما خیلی خوشحالیم که در مسابقه امروزه بیش از 200 ورزشگر از همه منطقه‌های کشور و خارج دور و نزدیک شرکت می‌ورزند. مورد یادآوری است که جام پرزیدنت تاجیکستان اوید با جودو باری اول سال 2013 در 2 وزن برگزار گردید. امروز باشد ما در جشن دهمین مسابقه بین المللی اوید با جودو برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان در 10 وزن، 7 وزن میان مردان و 3 تا میان بانوان میگذرانیم. باور دارم که مسابقه امروزه بهر دریافت چهره‌های جوان و امیدبخش زمینه میگذارد. باور دارم که مسابقه امروزه در سطح بلند تشکیلی برگزار گردیده و گسترش منبعده طرز حیات سالم و دریافت ورزشگران جوان و آینده‌دار مساعدت می‌نماید. و همه شما مهمانان و ورزشگران عزیز بود و باشی فرح‌بخش و با اشتراک کنندگان مسابقه برای کامیابی آرزو می‌نمایم. از توجه